ابرام، لکن اون گوشی را بردار ببینیم کدام خره. امام مگه نمیبینید دستم بنده؟ چرا همش من باید گوشی رو بردارم؟ یه بارم این قاسم مفخور برداره. ببند بابا، 2 روز اومدی جهنم دور برداشتی یا امام. بگو پد نکنه میزنم مفبرش میکنم ها. ای بابا گوشی رو بردارید دیگه. الو الو و زهر مار، چرا گوشی رو بر نمیداری؟ عزما دستم بند همستره دنبال سکم. ابرام بابا، من که این قد سیبیل تو رو چرب کردم که این همه پول چای دب ریختم تو حلقومت، چی شد پس؟ عزما بابا کجای کاری؟ اولا رو که همه رو گذاشتم برای جمیله اون پدرزن گاوم. یه انگشتر جزغالمو نتونستم با خودم بیارم. یعنی الان تو جهنم هیچ درآوری نداری؟ تا دیروز آفتابه امامو براش میبردم پوسان میگرفتم، حالا که همستر رو پیدا کردم دیگه چسبیدم به این. کاری نداری عزما؟ من رفتم، باید انگوش بزنم. مراقب حلقومت باش.